اینا برادرای عزیز، یعنی اینش پسته پختگی میگن، اینا اینش پسته خام. غنا که آلو سر میتا پسته چینی میکنه. زمانه سخت مردکای بخواد میورن. مردای بخواد زمانه را تنجی میورن. گوای. عملی؟ گوای بچه‌ها. میگن هر یک چیز آدم عبود میکنه. انا دوستان عزیز، چخیلی که ما گفتم که پسته سال 30% بسته در حقیقت پسته کم در کمه بچه‌ها نیست، بگیم نیاز خمیر. سلام علیکم دوستان عزیز، خداوند بزرگ نگهبان شما. انا دوستان عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم که تماشا ببریم پسته را. ما شما در نشان بدم پسته دنغره. انا دوستان عزیز، نه از ما در لای بحریم، از لاتکچه خطی میگذاریم اون طرف دریا، طرف جیلدره، چکک، ارتا چکک، برسق، تورمال، دیگه و دیگه هم مجارو ما شما نشان میتونم. شما تماشا کنید، حلاوت برین و پسته را ببینید که چه خیلی میشه. اگر تو خورده باشی پسته های دنغره را میریم. اینا دوستان عزیز، ما در بالای بحر رفتیم. الان کردن بریم کریمامی شیر بیا. ما این طرف میریم. یک جای میریم تماشا میکنیم. دوستان عزیز، های کلتور میرهی جیلدره گنه روز تماشا برن و پشت کلبهش میشه، این طرف یاون میشه، این کار پشت میگم این طرف آوی عشق اینجا یاون میشه. میگم هوا تومانی های برو بریم. هوا چند گرفته که چند سانت دا ما دوستان عزیز، من قصه را نقلتون میکنم. سالای 10 مرده بچه بودم، گودک بودیم، همین 6-7 بودم. این همی 10 ایول ما پسته لچک میافتم میخوردم. 10 ایول همون سالو و یک پسته بود تیز پزک بود در هم درونی ارتا چکک، همون درونی با مول بانی که میرفتیم. ما قطعا کم میگفتیم که همون پسته تیز پزک پخته باشه، میرفتیم در حقیقت پخته بود. ما تصمیم گرفتم که همین روز چهارم ما روزی 10 در پسته لچک میافتیم. سفیدک که سفید چیزی بود میخوردیم. میگم پسته در همه توناش میگه خوکش داشت. من نرفتم بازی خیلی خوک بریز پسته نمیشه، خیلی خوک بریز دم. همه پسته رو میریم یک جای برادران میبینیم، اگر رنگ همون سالانگی باشه الکی پختگی. همون سالا ما همین تو 10 میرفتیم که الکی پسته چک شدگی سفید شدگی. خیلی تماشا میکنیم، یک عصبا رو آرام میکنیم. چی گفتیم برادران؟ دیده باشیم میریم تماشا. این آمدیم پیشی توق میگن اینجا را مقصد این توق ده میایی این طرف هم خمیشزار مانم که آدم میبرایم میرم. اینه بالا همه پسته و بادامی تلخک. این بالا همه بادامی تلخک میبرایم میریم هم کرده بچه. این بچه رو بحوی که میبینیم کجا شید؟ این ها نمیبینی شه با این کامیرا. این ها تایی تو سنگ داره. این آن پشت سنگ دارم. آن برام داره پشت سنگ. این رفت. روبا دی رفته است. آن تایی سنگ دارم. روبا ایستو. این دوستان عزیز، این توا سنگا وقتایی که پیش انم جدم ممول میکردم. اینا دوستان عزیز،
دوستان عزیز یک های سر به فلک کشیده ما رو بینه همه جو مقصد چر رو همتره این دوستان عزیز ما بار اومده من بلندیده اومده اینه یکم پیسته را دیدیم این پیسته در جای جره پیسته را چینده نمیشه خیلی میون تا بند میبندی بند میشود پیسته خوب میگم این دیده پیسته را این پیسته مقصد تاش بلنده جره ایجاده جر شدن هم ممکنه حالا خیلی پیسته رو نمیچینه مقصد جای جره رفتیم دوستان عزیز طولی 3-4 سال میشه این اینجا خشک سالی های نگاه کنین که همه خور شده اینجا در وقتش علف میشید ما گودک بودیم داری علف در گو میشیدیم این خشک سالی رو بینه که فقط خور شده ایره می خور رنگی کانون شده کانون با کانون خشک سالی آمد این برادرای عزیز اینجا خشک سالی ایره بینه همه خوره هم علیم همه همجا مالچراب دخم علف میشید این های فیض و برکت که نیست بینه بچه فقط خور شده اینی بادام های بادامی تخدونه این رو بینه همه خوره خور مال دیگه چیکار میکنن این خشک سالی هم خیلی آورد نگم پیسته تو باوره بادام تو باوره در خشک سالی هم میشه حالی میریم بچه ها یک جای پیش میبینیم دوستان عزیز افسوس که هوا کم کم چنگیت های برادرای عزیز اینجا که شما میبینید اینجا خیرمنجو های خیرمنی که من خودم گلگاو میکردم اینجا پلک پویا های پلکی که اماکیم تربوز و خربوزا میکرد اینجا پلک پویا میگن و من نقل میکنم برادرای عزیز فکر نکنین که من یکم افسانه گفتم به افسانه ما هر روز 5-6 کیلومتر هواری نه فقط 2 کیلومتر کوتاه 2 کیلومتر نشب و 1.5 کیلومتر کوتاه حاضر همونجا میریم جای پلک پویایی که ما 1 سال گندم اونجا میکردیم 1 سال تربوز و خربوزه من خواستم که برم همونجا رو یابوری ببینم چندین سال شده هم پلک پویایی که خمون بودیم همونجا نرفتم میریم یک جای تماشا میکنیم خدایی که هم پیسته که گفتم که تیز پزکه هم پیسته اگر پخته باشه یک جای تماشا میکنیم و پیسته های ما مزه و لذتش از پیسته های ایرانی و دیگر پیسته ها فرق داره برادر نه جای میریم تماشا میکنیم رفتیم دوستان عزیز بیا کالی جان بیا اینه 28 سال اینه من دویم برای با اومدم سال 2021 اومدم سال 2022 این اینجا حرف د یعنی دوست مراد سال 95 سال اینه اینجا 5 سال 95 سال همیرا من بچو به سر کارچچا اگر نویسته بودم سال 2021 در کینوفیلم کانی تیلا کرده بودیم اومده بودم همین یک بار دیگه روشن کرده بودم اینا با طول 1 سال میشه همین خیلی این جایی که میگشتیم این درا رو ببینید رو پرو اگر دیده است باشین توای قلاتاش میگن اگر او طوری او باشید تلخت میکفه خیلی کامرا جای مول خوره و بس خوره و انا چککش هی انا رو پرو هی انا داشته و میبینین خیلی یابرای میبینین انا اونجا جای گندم و زغیر و مقصد کنجی تو هم خیلی شورا میکردیم و این جایی میریم اونجا رو تماشا میکنیم رفتیم این دوستان عزیز این برای که همه پیسته اینجا پیسته مزار میگن بچه ها پیسته مزار میریم ساعت 1000 میریم اینم پیسته مزار روش اینجا هی اینم پیسته حال میریم من شما نشون میتونم همینجا در پیسته مزار های پیسته کلانه پیسته مزار های این دوستان عزیز چخیلی که من گفتم که پیسته سال 30% بسته در حقیقت پیسته کم در کم های بچه ها نیست بگیم نیاز خیلی میبینیم مغزش نه مغز گرفته اینه مغزش اینه مغز بچه ها و برادرای عزیز پیسته ای همه چیزی تاب آورترین در روی دنیای مقصد قوقه یکم چی نیست پیسته میبنده میگیره و تندرک چراغک میزنشه جل میزنشه این آخه هوا چنگید کرد تمام مقصد که خیلیش با نوزک های و یک گپ دیگر رو بگم که پیسته
یک سال که بست 7 سال دیگه نمیبنده برادران. یک سال میبنده 7 سال خشرو نمیبنده. بو میبنده خیلی کم و بیش خیلی به طلبات جوابگونه 7 سال پس خشرو میبنده. و بعد یک چیز دیگه را بگم تونه که پیسته به مثل جوان مرده میشنونیشه 25 سال بعد به حاصل میداره. 25 سال همه ده پیسته مقصد دیر به حاصل میداره. 25 سال بعد پیسته مقصد حاصل میتره. اینکه جوان مرد شاید که جوان مرد کودکیش کلان میکنه 25 سال میکنه 30 سال میکنه بعد مقصد کار و فعالیت میکنه. این هم خیلی مقصد این سال من خیلی دیدم همش جل زدگان پایانو رو نشون بده یک بار نگاه هم در برگاشون ببینید الکه قوقه برگاشون همش قوقه جل زدگی مقصد خیلی میریم تا جایی که گفتیم اونجا رو میریم اونجا تماشا میکنیم. رفتیم من دوستان عزیز در اینجا نه دولانه هم دولانه همی سال خشرو نبستم. مقصد ما اینم خیلی از دولانه یک لو بار میگرفتیم میرفتیم دولانه رو مد نمود چی میکردیم میجوشونده میرم نمود کلچه میکردیم برای زمستون و یک نمود دیگه ورینی میکردیم ورینی آخرامش ورینی بود ورینی برای زمستون ده میخوردیم برادر. این هیچ دولانه مقصد که با ایکاده اون طرفا ده با دولانه بسیارتر کرد. در اینجا دولانه خشرونه بسته یک طرف رنگ هم پیسته ورم جل زدگی ما حیرانم خیلی کمی خیلی قانون طبیعت همیه سال میشه خشرونه بنده سال میشه که جل میزنه و مقصد همین خیلی دولانه هم اینجا ده خشرونه نشیده. انا دوستانی عزیز و ناگفتن نماند انا اینجا چکک میگن این درنده او چکک ما زمینمون این همین زمینه که روبرو میبینید همه سالمو به دست میکندیم با اسبمون جفت میکردیم. خیلی اسب قطعی ما گوی جفتی نداشتیم ما اسب جفتی داشتیم جفت میکردیم. اینجا ده کپا داشتیم سر همون کپا ده شاو خو میرفتیم این همینجا ده ما زندگی میکردیم اون با سر میبردیم. اینجا ارایندمون بود او تای او که گفتیم اونجا که خونمون بود در قشلاق هم بود در ایجان بود اینجا ده مقصد سری زمینمون بود. همینجا ده همین مردم جیلدار هم خیلی همینجا ببینید همش همین زمین کورم همش ده گندم میکوریدیم جو میکوریدیم چه خیلی گفتم مقصد زندگیمون هم که داشت و تپه بود و یک چیز دیگه من زیخ شدم یک چیز دیگه ده نه فهمیدم که اقلیم عالی شده بوده. اول بیاین ما میرم شما نشون میتونم اووی همین درک قوق شده باور میکنید ما داره او بازی میکردیم که یک جای بریم ببینیم همین اوو هستن یا نه. ای بالا دیدم او نیست انا داره اوی تربوزه کرد اوی داشت که رنگ تربوز شیرین بود رنگ اوی تربوز شیرین بود اوی تربوزک میگفتیم همین تشنه که خشرو میموندیم همین اوی تربوزک گفتم میموندیم او میخوردیم رنگ اوی تربوز بود برادر. اوی تربوزک هم قوقه ایجاش هم قوقه همین پایان در چشمه کلونه چکک میگن کو هم چکک بریم ببینیم اگر که همین قوق شده باشه در حقیقت اقلیم عالی شده. بیا جای میریم ببینیم اینیاش بودم ای بچو بودم تخدونه عموما نبسته عموما بستگی نیست باید خیلی شده من نمیدونم برای چی این سال نبسته این هیچ بسته نیم بچو حقیقه بودم بسم الله حال پیش بیادم من نشان میکنم این بودم رو بگیریم این بودم مقصد نیخه میچینیم این بودم تخدونه های این هیچ بسته بوده بچو از ما شما رو نشان میتونیم تمکنی پچاق خوش همه پرتایی اینه انا این مغز نیست این پچاق داره با اینا مغزش به مثل همون شه وقتی شما رو دادم است که هم خیلی بسیار میچینیم این تلخی هست که اگه بخیلی فایده داره هم تلخه خیلی تلخ باور کنم نه خواهیده قرد نکنی فایده داره نکن نه بچه این بادامی تخدانم بیارم انا دوستان عزیز انی او جیرجیرک میگفتیم انی او تربوزک ای سه داره او یک جای میشید میومد اینجا درنی چکک او چکک این او جیرجیرکش قاق شده که بیا بریم کوچیکه پر میریم بیا انا دوستان عزیز بیا که پیش ما گپ زدن میگیرم
این رو پرو آب خاک شده بچه ها چکرش جبه آب دیگرش من که اینجا آب چکرش من این حوض بود که حوضی کلام بود موجود آب بودی میکرده اینجا حوضی کلام بود اینجا تازه برای آب بازی بود اینجا یکم گاو اومده نمیتونست اینجا هم این سر نگاه که جرای این طرف هم جرای اینجا گاو اومده که نمیتونست ما اینجا خمو برای آب بازی موکدگی بدیم این حوضا ای بولان گاو اومده نمیتونست هم مولی مایده می اومد تمام و بچه اینجا به اینجا زبخ کیسه مقصد بو کدستن اینجا در نگاه یا بسم الله احتیاط تر باشه میپرته پوچه اینجا دیدیم این گوه عملی این گوه بچه ها میگن هر یک چیز رو آدم عبود میکنه وقتی اینجا ما حوض برای گوهمون رو خوردن پودا داشتیم پودامون می اومد اینو ببینین که حوضی دیگه من نمیدونم کی 10 مرده اینجا کی پودا اومد این با خدای جزیر بودی رو دیدم زیخ شدم من اینجا هم که عبود کردگی بدیم که ما اینجا در ولی بیام شما در نشون بدیم اینجا در هر یک درختای بیج بود حلقه رو کار میکردیم درختای بیدوی کلام داشتیم در تاری درخت خواهی رفتیم در تاری بیج خواهی رفتیم اینجا میدونیم مولو برو چی شلوگ میخوان این آوار راستی که کم شلوگ داره شلوگ این گواه هم اشینا شلوگ خورده گیان مرده گیانه این هم بیدوی که شما میبینید این چوی بیده این هم اینجا بیدوی بدن که کلان در سایه بید ما به حضور خمونم خواهی رفتیم مول حال مونم هر یک بید بدی گواه رو بید همه مرده یا شلوگ میخرم میبرم اینا دیگه جگرش هم ماشد کارگسو خوردگی هم رفتگی و 10 مرده او رو نگاه کرده نظارت کرده دورو زده بستی که شلوگ نکنه این شلوگ که کرده دیگه گوه اومدیان او شلوگ دور خوردگی دیگه مردگی هم اینجا درونی درای چکک میگم بچو این اوش هم که با مزه شیرینی بلازت هست که حلاوت میبرن یکم کم شلوگ میکرد بعد ما دورو میکردیم که شلوگ نکنه خانه که ارتا چکک میگذاریم هم پیستر و تمی گفتی رستاد سلی ما همین که هم پیستای تیز پازه که ببینیم پیستا داره یا اون اگر در تقدیر ما پیستا داشته باشه انیق پختگی پیستاش میریم برای که نمی عادت پیستا رو دیدم اونجا مغز گرفتگی مغزش پر شدگی و بچه‌ها نگین که جنگل بسوی با البته که صاحب داره لیسنیک داره جنگل بون داره همون چی میگن که با تو که جنگل بون میشه لیسنیک هم هست لیکن این سال میگم کسا ندیدم هر سال بچه‌ها میگن که بدن اینجا این سال نیستن خیلی نمیدونم کو میریم کو نیست هم آخر بیاد چرا تاشته مونده اخری مونده مرده ها ارتا چکک میگذاریم رفتیم دوستان عزیز همین این همش پیستا اینجا نشیده بگه من میشه پیستا نبسته این نیست پیستا نیست خمی و یا تا در این سطح و ما برادرای عزیز در این اینجا خرامون رو لنگر میکنیم من خیرمنجامون میبرم شما را خیرمنه که خودم کم پدرم هوار میکردیم و گندممون رو گلگام میکردیم خیرمنه که سری مقصد بارده که شمال بگرده این همیشه روز ما فقط وقتی درامون بود وقتی گندم کشیمون بود رفتیم یکم افسونه نیست ما شما داد چیز تشن ریال نیشه نخل میکنیم بیایی خانه که چی بگم دوستان عزیز این ما تو سر زمینمون اومدیم علکای مونده شدیم ما اینجا می اومدیم و کار سر میکردیم این هم خمه که شما دیدین جوابای ما بود جو گندم چیزی که میکردیم ای خدمت بلند میشه چیزی که میکردیم هم وقتا ما هیچ نباشم 1 متر 1 10 1 20 بده مخی موزی شکل خود 75 مقصد که این همینجا در ما گندم میکردیم اینا بیا کردیم ما بیا ما نشون دادم میگیم اینجا بیا جان اینجا بیا اصلا حیات بود اما که اینجا خیرمنی ما بود اون اینجا همه گندم ما میکردیم این همیشه روز وقتی درا بوده گفت یکم خواب وار که خونه در حقیقت سال خشک سالی اومده گیا اینجا در علف همیشید با قدرت خودم بر دردم هست دری علف ده غیرت نمیکردی راه بگرد بیا اینجا اومدم که من اینجا خیرمنی ما بود اینجا سویا از جای دمگیرک ما بود این اینجا 5 تنی خمام این اینجا خمام با دست مکندگی بودیم اینجا را خیرمنجا کنید
خدا خیلی ما کاش در کار نبود. ایشون هم که میرفت، ایشون هم که میرفت، ما که در کار نبود. فقط ما گندم میگرفتیم. این تا یک بار جربیم. این دراره بیم. اینجا بیایید. ای بابی گیومون بابامون در خیسه نقل میکنم اصلا گندم دراو کدیان بابام اوتاش گندم دراو کدیان خیرمان ده خیلی غناگ میزدن ایسی پیسته سر میشه میبینه خلق پیسته دو برامده استای ایس باید گلگاو کدان در کرای ای سودگیشه غناک علو سر میتاد پیسته چینی میکنه پیسته و گلگاو بود یا وقت نمیاد باز این همیشه و روز باید گلگاو کنی گندمی خیلی بینی زمین در غناگ میزدن در زم میواردن ایسی گلگاو کدان میگیزن همین اینده با پیسته چینی هم سر میشه این وقتی کار بودوزی نمیوازی وقتی کار بودوزی آدمای واسه گرم میگفت ای خونه‌شو نمیبرند یک کاندیشنر خوبه این وقتش شو روز کار بود شو گلگاو روزانه دراو بود کردن پیسته چینی کار بود ای جایی که ما زندگی میکنیم تو این اینجا قریب بگیم با کمیش 7 کیلومتر میبره 8 کیلومتر می اومدیم گندم دراو میکردیم با بیگا 8 کیلومتر میرفتیم یک وقت دو شو گلگاو میکردیم بود میکردیم گندم خرو اسپادو بار میکردیم 8 کیلومتر بین میکو بازم عادی اومدیم خرو اسپاتی میبود برادرای عزیز واز اگر آدم کار کنم بگه نمی هیزم بسه هیزم نمی بیاین فقط خوقش بچی برای زندگی تا بودن میگی فقط وزی کار کردن نکن به کار خوجا بسیار شده به خدا قسم به کار خوجا شده اما مردک ما یار زمین مونیجه ای زمین موناکبو زمینه که آخران میشید پایان دا تیسترک میشید پایان رو گلگاو میکردیم با اینجا می اومدیم اینجا مقصد دیرتر میپخت اینجا با بلندیه دیرتر میپخت اکی با خدا خیلی هر وقت که هر کس نصیب و تقدیرش نمون نقل من گوش کردم باز یه چی دهیرونم که علف نیستای پیستن نباستای نیست یا فایز رفته یا با دو هوا یا برکت نیستای نیست نه علفای نه پیسته باستای نه مقصد مولو گو میبینی خراب بانای دستی بی علفی را اوه خوک شده که همون خشک سوده اومده و همون اقلیم علی شده همون میگه کو زمانه سخت مردکای بخواد میورن مردای بخواد زمانه را تنجی میورن صلح میورن امون میورن انا زمانه صلح امون مردای ضعیف به دنیا میورن رفتیم اینا برادرای عزیز یعنی اینش پسته پختگی میگن اینا اینش پسته خون این پسته مقصد پختگیش نیخه این تا میکنی این خه میکنی و مثلا این پسته اینا خندونک نبوده اینش پسته لچه که مقصد پسته سفید چیدگی نالکه همون هم خیلی جیل زدگی مقصد کم در کمه این پسته پختگیش دیدیم بچه اینا اینا برادرای عزیز ختون دیدیم ها پیسته ما گفتم تیز پازه کردیم ما انا میشه روز میچیندیم این همی بود اینا نبسته عموما این سال عموما نبسته خیلی تماشا کردیم ما هم یک جای تماشا کردیم پنوی هم از خدا مهنت شرف است مهنت کنین انشالله که خداوند خودش بزرگه خورتون نمیکنن سر بلند باشه حالا هم چون که استی انا که بیاین عبید میکنیم بچه انا این نونو میخری حلوات میبرن ایده مقصد بعد که آدم عرق میکنه نون میخره اون نون به نهایت به مزه میگذره این اوی بحره ای خیال میکنی کی اون همون سوکوی که میخریم کو ارسکولوی میخریم یا که اینا آوای آدم با خود میکنه میگن چی میگن اونو ادرنالین و اونمو گریل و پریل انا بزن اوی بابا گیره
خدا را شکر. این همین نون ای آش پلوداکه دخ شروع مگذاره. این همین نون ای همین شاشلیکای خوجاندی دخ شروع مگذاره. حالا یه بار بخوای. کیف میکنی. انا نه زنده باشه یک.